سلام دوستان، لیلا هستم، هیپنوتراپیست شما، سرتیفای از یونیورسیتی تورنتو و ممبر NGH آمریکا هستم. ما یه ورکشاپ ویژه برای شما تهیه دیدیم در ایران آرت گالری 28 جولای ساعت 12. در این ورکشاپ ما به درونمون میریم و با پدر و مادر درونمون ملاقات میکنیم. این ورکشاپ ما به 3 بخش تقسیم میشه. بخش اول که من براتون توضیح میدم هیپنوتیزم چیه، هر سوالی دارین جواب میدم، با هم آشنا میشین. یه محیط خیلی راحت و ریلکسی داره، با مدت 20 دقیقه خودمون رو آماده میکنیم برای اینکه وارد خواب هیپنوتیزم بشیم. به بخش دوم که حدود 45 دقیقه طول میکشه ما به خواب هیپنوتیزم میریم و به درون خودمون یعنی با پدر و مادرمون ملاقات میکنیم. اول میخوایم بفهمیم پدر مادر چرا، چطور شده، چه زندگی داشتن، برای چی تصمیمایی گرفتن که گرفتن و چطور شده که پدر مادر ما اونطوری زندگی کردن که کردن و اون اعتقاداتو دارن و ما به عنوان بچه چه تصمیمی گرفتیم که بتونیم در اون محیط زندگی کنیم. آیا این تصمیم برای ما کار میکنه دیگه یا این تصمیم برای ما دیگه کار نمیکنه؟ ما این تصمیم رو در سن خیلی کم گرفتیم و این تصمیم ممکنه به مرور زمان در ذهن ناخودآگاه شما ناخودآگاه ما وجود داشته باشه و به صورت اتفاقاتی که به صورت پترن وار یعنی تکراری برای ما پیش بیاد. مثلا راجع به مسائل احساسی ممکنه یک مطلب تکرار بشه، یا مسائل مالی همینطور میتونه یه مطلب تکرار بشه به صورت یک سقف شیشه‌ای تو زندگی، مثل که نمیتونیم از یه مرزی رد بشیم. خودشون نشون میده این تصمیم‌هایی که گرفتیم چون اینا خیلی خیلی عمیق هستن و در کاملا در ذهن ناخودآگاه ما این تصمیم گرفته شده. در این خواب هیپنوتیزم ما میتونیم به اینجا بریم و دوباره این تصمیم رو مرور کنیم، ببینیم کجاها ما به خودمون قولایی دادیم. مثلا شاید قول دادیم خیلی دختر خوبی باشیم، شاید قول دادیم خیلی موفق باشیم، شاید قول دادیم خیلی آدم درستی باشیم. هر کدوم این قولا، بعضی از این قولا بسیار بسیار این قولها با ارزشن و به ما کمک میکنن تو زندگی و واقعا مثل یه جواهری میمونن که ما سر سقف زندگیمون باید بذاریم و ازش نگهداری کنیم. ولی بعضیش دیگه کار نمیکنه، زمانیه که دوباره باید روش فکر بکنیم یا اجازه بدیم که برن. در این بخش ما در بخش هیپنوتیزم این کار انجام میدیم و در بخش سوم ما برمیگردیم. فقط دوستانی که دوست دارم، فقط دوستانی که علاقه دارم میتونن اکسپریانسشون رو شیر کنم با بقیه. سوالایی پیش میاد میتونم جواب بدم. یه وقت چیزا به صورت سمبولیک پیش میاد تو هیپنوتیزم، مثلا ما چیزایی رو به صورت سمبل می‌بینیم چون ذهن ناخودآگاه ما یه وقت مثل خواب با ما به صورت سمبولیک صحبت می‌کنه. من میتونم جواب سوالاتون رو بدم، ببینیم منظور چی بوده تا اونجا که بتونیم بفهمیم. در هر حال من فکر می‌کنم این ورکشاپ بسیار بسیار با ارزشه برای همه ماها، برای اینکه به ملاقات با خودمون و پدر مادر درونمون. امیدوارم اونجا ببینمتون، خیلی خوشحال میشم. به امید دیدار.